ایده جذاب و چالش برانگیز دارم. دوستانی که مستندساز هستن، مجری هستن، رسانه دستشونه، لطفاً گوش کنن. از هر پولداری بپرسی که چجوری به این ثروت رسیدی، میگه که من بدبختی و ریاضت کشیدم، دستفروشی کردم، نون و ماست خوردم و اینا تا به این نتیجه رسیدم. ایول داری دمت گرم. ولی برای من جوون نون و آب نمیشه. اینجوری به من تلنگر نزن، به دردم نمیخوره. قدیم شما همه چی ارزون بوده. من ننه بزرگم میگه با بزرگت 1000 متر زمین سر یه پرس کوبیده داده رفته. اینا فقط بامزه است. فردا نه امروز. قدیمم ولش کن. الان یه ایده میخوام بدم. یه مسابقه برگزار بشه بین تمام ثروتمندا. هر کی تونست ثروت، شهرت، مال، اموال همه چی رو استاپ بده و از صفر، از همین الان شروع کنه، بره موفق شه، پولدار شه، تا من جوون الگو برداری کنم، ببینم چه جوری موفق میشی، چه جوری پولدار میشی، تا منم یاد بگیرم. بابا نفر اولم به قید قرعه عکسشو تمام رخ میچسبونم به سینه، که اتاق پرتاشم میزنم به سینم. این از من.